بازم آمپر ماشینم کشید بالا. کولر رو که روشن میکنم آمپر ماشینم از وسط رد میشه. با سلام و درود خدمت دکتر ماشینی‌های عزیز. آقا فصل گرما شد و بالا کشیدن آمپر. امروز اومدیم با هم دیگه 10 تا علت بالا کشیدن آمپر شما رو بررسی کنیم. دوستان هدف ما کاهش هزینه‌های شماست که شما خودتون بتونید خیلی از مشکلات ماشینتون رو خودتون تشخیص بدید و شاید بتونید خودتون هم حل کنید، چون خیلی از مشکلات ریز و جزئی هستن. مثلا نیازی به مکانیکی رفتن نداره عزیزای دلم. 5 دقیقه از وقتتو به من بده تا این 10 تا مشکل رو برات بررسی کنیم و خودت ازشون آگاه شی. اگه مطالب ما هم به دردت میخوره اون دکمه سابو بزن، یه لایک هم بکن، به ما انرژی بده تا بتونیم ویدیوهای بهتر و قوی‌تری برای شما تولید کنیم. در ادامه با ما باشید تا روی موتور به شما توضیح بدیم. خب عزیزای دلم اومدیم روی موتور براتون توضیح بدیم اون 10 تا عاملی که باعث بالا کشیدن آمپر ماشین شما میشن چی هن؟ اولی و آخری 2 تا مسئله خیلی مهمن. یکیشون اول بهتون میگم، یکی هم آخر ویدیو که تا آخر ویدیو ببینید دیگه ویدیو رو. همشون مهمن ولی این 2 تا از همه مهمترن. دوستان میبینید اتصال مثبت. ببینید این بسته مثبت پراید، حالا تو پژو برعکس، یعنی مثبت پایینه و منفی بالا، توی پراید مثبت بالا. این سیمی که شما اینجا میبینید بهش میگن سیم اتصال مثبت. این سیم اومده یه سرش اینه اینجا میره روی استارت شما و یک سرش هم در این قسمت روی دینام شما بسته میشه. میبینید الان نمیدونم تاثیر مشخصی یا نه، سیمش هم اینجا که میره روی دینام بسته میشه. این سیم اگه خاصیت خودش رو از دست بده که من الان توی تصویرم نشونتون میدم، این سیم اتصال مثبت، یه سرش که میره روی دینام، یه سر دیگهش که این اتصال کوتاه میاد روی استارت شما و این سرش هم که میاد روی بسته مثبت ماشین شما. ببینید این سیم بعد از مدت ها کار کردن خوش میشه، کیفیتش رو از دست میده، آمپر میکشه، یعنی جریان رو به درستی از دینام به باتری انتقال نمیده و باعث فشار بیش از حدی روی موتور میشه. یعنی موقعی که شما کولر رو روشن میکنید یا میری روی سربالایی حرکت میکنی، آمپر ماشین شما از حد وسط خودش رد میشه. پس یکی از دلایل بالا کشیدن آمپر ضعیف شدن سیم مثبت ماشین شما که برق برای باتری شما میاره، یعنی در واقع کابل اصلی برق شما. دوستان توی اینترنت الان جدیدن باب شده که میگن یک سیم مخصوصا برای پراید سوارای عزیز باید اینو توجه کنن. الان اومدن توی کلیپای دیدم که میگه آقا یه سیم از سر دینام بکش و بیار بذار سر این مثبت. خب یک ایرادی داره اونجا، موقعی شما یه سیمی از سر دینامتون میکشی میاری میذاری سر این مثبت، یه سیم جدا، این فیوزی که شما اینجا میبینید، این فیوزی که اینجا میبینید که برق اصلی ماشین شما، یعنی موقعی که دینام شما اضافه شارژ کنه یا باتری شما برق اضافه بده، این فیوز میسوزه و نمیذاره اون جریان وارد مدار بشه و آسیب ماشینتون بزنه یا به ECU تون بزنه. شما موقعی که اون سیمو از سر دینام میکشی میاری روی بسته مثبت میذاری، عملا دوستان اینو از مدار خارج میکنید. این کار بسیار خطرناکه. موقع این کار انجام بدید که این سیمی که خود شرکت گذاشته باید از روی دینام کامل باز شده باشه، یعنی این سیم کامل در بیاد، حذف بشه و یه سیم جدید روش بیاد. بعضیا میان همون سیمو میکشن روی استارت، باز فرقی نداره. اگه این سیم روی دینام وصل باشه و شما سیم دیگه بیاری به هر جای دیگه ماشین بزنی، این فیوز از مدار خارج میشه. برای پراید سوارای عزیز، برای پژو هم همینه، هیچ تفاوتی نداره. یعنی شما باید موقعی که این دسته سیمو باز میکنی و تعویض میکنی، یه همچین دسته سیمی که خود شرکت درست میکنه با سیمای با کیفیت و متریال خیلی خوب از برندهای خوب بگیرید، مثلا مثل دیناپارت که اینو ما توی بسته‌بندی دیناپارت اومده براتون باز کردیم، و از این سیما استفاده کنید و از سیم دیگه استفاده نکنید. بریم برای بررسی عوامل دیگه. مورد بعدی خراب بودن واتر پمپ. ببینید واتر پمپ پراید اینجا قرار میگیره، یعنی اکثر واتر پمپ ها مال پژو هم همین سمت قرار میگیره. موقعی که واتر پمپ شما ایراد داشته باشه و خراب باشه و پرهاش از دست داده باشه، چون نمیتونه گردش آب درستی رو توی موتور انجام بده و آب رو به درستی بیاره توی رادیاتور و توی مسیر سیلندر و سرسیلندر به چرخونه، باعث میشه که آب داغ بشه، به درستی سر نشه، اون سیستم خنک کننده کارش رو به درستی انجام نده و باعث میشه که موقعی شما کولرت رو روشن میکنی توی جاده یا میری به سربالایی، آمپر ماشینت از وسط رد میکنه. دوستای عزیزم، پس دومین مورد خرابی واتر پمپ. خرابی واتر پمپ و یه ایراد دیگه هم داره.
چون تسمه دینام و واتر پمپ روی همدیگه هستن دوستان، اگه تسمه دینام شما شل باشه و گشادم باشه و نتونه به درستی واتر پمپ رو بچرخونه، باز همین ایراد به وجود میاد. پس توجه کنید، اول تسمه‌تون رو چک کنید، اگه تسمه گشاد بود، تسمه دینام کهنه بود یا گشاد بود، حتما عوض کنید. و اگه ایراد رفت نشد، واتر پمپ رو باید چک کنید. واتر پمپ یکی از اساسی ترین قطعات در گردش آب توی موتور است و کمک کردن به خنک شدن موتور و سیستم خنک کننده. میریم برای سومین مورد. خب دوستان گلم، مورد سوم کثیفی و خرابی رادیاتور کولر است که اینجا میبینید. ببین این رادیاتور کولر پرایده، حالا مال پژو هم همینجا تفاوتی نداره، همشون جلوی رادیاتور آب قرار دارن. ببینید موقع این رادیاتور کثیف باشه، خراب باشه و ایراد داشته باشه، نمیذاره بادی که از بیرون میاد از این رد بشه و به این رادیاتورها بخوره و خنک کنه. باعث میشه که سیستم خنک کننده شما مختل بشه و همین کیپ بودن و گرم بودن خودش باعث میشه که آمپر ماشین شما بره بالا. دوستان توجه کنید، موقعی هم کارواش میدید حتما به کارواشی نگید که اینو با آب براتون بشوره، چون این پره‌های رادیاتور کولر خیلی خیلی حساس و نازک هستن که ممکنه با یه فشار آب گرفتن خراب بشه. باید هر چند وقت یه بار ببینید این پیچا رو باز میکنید، این رادیاتور آب باز میشه، دو تا پایه هم پایین داره که هیچ مشکلی نیست، این به راحتی خودتون میتونید باز کنید. اینو بکشید عقب و مابین رادیاتور کولر و رادیاتور آبتون رو خودتون به راحتی میتونید توی خونه تمیز کنید و خیلی به خنک شدن ماشین شما کمک میکنه و پایین اومدن آمپر ماشین شما. میریم برای مورد چهارم. دوستان یکی دیگه از مواردی که شما با چشم نمیتونید ببینید، یعنی یک موردش رو میتونید ببینید، یک موردش رو نمیتونید ببینید، اونم خرابی پولکی‌های سیلندر که یک تعدادشون در پشت سیلندر قرار داره و یک تعدادشون در این بغل سیلندر قرار داره که موقعی اینا خراب میشن و آب ازشون نشت میده، چون خیلی بخار فشار آب زیاد میشه و آب به صورت بخار بیرون میزنه و نشتی‌های ریز دارن، شاید شما خیلی سخت و کم متوجه بشی که آب ماشینتون داره کم میشه. چرا کم میشه؟ همون کم شدن آب ماشین باعث بالا رفتن آمپر شما میشه. و یکی دیگه از مواردی که توی پرایدها ببینید میگم توی پراید، این قطعه توی پژو وجود نداره. این شیلنگ یو هست که اینجا هست توی تصویر میبینید، خیلی هم دم دستی هست. این پایینش دو تا کلپس میخوره، یعنی یه سرش به اینجا و یه سرش هم پایین. بعضی موقع نشتی‌های ریزی میده اینجا دوستان که آبو خیلی کم میکنه، چون فشار میره بالا و به صورت بخار بیرونش میزنه. همون کم کردن آب قطره‌ای باعث میشه که موقعی شما ماشینتون رو کولر میگیرید یا میرید توی سربالا یا فشار بهش میارید، باعث میشه که آمپر ماشین شما بره بالا. چرا؟ سیستم خنک کننده شما به مشکل برمیخوره. آب که کم بشه باعث میشه که موتور به درستی خنک نشه. میریم برای مورد بعدی. دوستان گلم، مورد بعدی ترموستات ماشین است. ترموستات که برای پراید پژو همینجا تقریبا شکلشون فرق ولی عمل کرد یکی است. ببینید این ترموستات قانونی باید 6 ماه یک بار تعویض بشه. اگه تعویض نشه این ترموستات چه اختلالی وجود داره؟ موقعی که این قفل بشه، اون سوپاپ داخلیش خاصیت خودش از دست بده و اون جیبه‌ای که داخلش خوب عمل نکنه، به درستی باز و بسته نمیشه. موقعی هم به درستی باز و بسته نشه، یعنی آبی که در مسیر سیستم خنک کننده شما است به درستی گردش پیدا نمیکنه و باعث فشار بیش از حدی و داغ شدن بیش از حدی موتور شما میشه. و این دلیله که موقعی شما کولر رو روشن میکنی یا باز میری توی سربالایی یا یک فشاری به موتور شما میاد، سریع آمپر شما میره بالا. دوستان باید 6 ماه یک بار این ترموستات رو عوض کنید، به خاطر اینکه واقعا کیفیت جنسای توی بازار بسیار ضعیف و بسیار پایینه. یعنی شما نمیتونی به هر برندی به راحتی اعتماد کنی و مثلا بگی آقا من یه سال عوض کردم و هیچ مشکلی هم نداشتم. نه، خیلی مشکلات وجود داره. این اگه قفل کنه، حتی ماشین شما اگه پراید هم باشه که یک ماشین خیلی قوی ما هم از توی ایران، باز واشر میزنی و تاکید میکنم باز واشر که توی پژو که دیگه اصلا قطعا اگه 5 دقیقه قفل باشه حتما واشر سر سیلندر شما میسوزه و آسیب خیلی زیادی به ماشین شما میزنه. میریم برای بررسی مورد بعدی. خب دوستای گلم، مورد بعدی که میخوایم براتون بررسی کنیم شیلنگ ها و جنت های رادیاتور است. یه جنت بالا، یه جنت پایین و 2 تا جنت هم که اون پشت وجود داره مال بخاری هستن، یعنی اون پایین قرار داره.
اینا اگه نشتی داشته باشن، اگه پوسیده شده باشن و عمرشون تموم شده باشه، ببینید الان روی این مشخص نیست، یعنی این جنتشون این ترک ترک میشه. متوجه این موقعی که دمای آب خیلی میره بالا، از همون ترکای ریزی که داخلش هست آب به صورت بخار و فشار خیلی بالا میزنه بیرون و باعث میشه که سیستم خنک کننده باز دچار مشکل بشه و آب به درستی گردش نخوره، مقدار آب میاد پایین و باز موقع شما کولر میگیری یا میری توی سربالایی آمپر ماشین شما میره بالا. یه مورد دیگه هم هست توی پراید، توی پژو، حالا توی پژو که این مخزن رو نداره و توی پراید داره، ولی درب رادیاتور توی پراید، توی پژو، توی همه ماشینا دیگه مشترکه. خرابی این درب رادیاتور، خرابی این درب منبع آب اضافه، اینا خودش هم باعث میشه که آمپر ماشین شما بره بالا، یعنی رادیاتور شما آب کم میکنه و باعث میشه که آمپر شما بکشه بالا. اینا رو هم باید هر چند وقت یک باری چک کنید. ببینید اگه دور مخزن شما مثل این ماشین اینجوری گل داشت، یعنی اینکه این درب مشکل داره، این درب خرابه. همین اگه نتونه این هوا بده و نتونه آب دوباره بکشه داخل رادیاتور شما، باز باعث گرم شدن ماشین شما میشه. میریم برای بررسی مورد بعدی. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم کیپ بودن خود رادیاتوره. ببینید این قسمتی که اینجا میبینید، این شبکه‌ای که اینجا میبینید مال رادیاتور، یه شبکه‌های لوله‌های خیلی ریز و نازکی هم، پرپرهای خیلی ریزیه. ببین اینا به خاطر استفاده نکردن از ضد یخ، ضد جوش و از آب معمولی، یعنی آب رادیاتور استفاده نکنید، بعد از مدت‌ها باعث میشه که این قسمت‌های شیاری و لوله‌ای که داخل این رادیاتور هست زنگ میزنه و کیپ میشه. موقعی که زنگ بزنه و کیپ بشه دیگه آب گردش درست حسابی نداره، سیستم خنک کننده به درستی نمیتونه آب خنک رو به موتور انتقال بده و باعث میشه که آمپر ماشین شما بکشه بالا. دوستان رادیاتور رو باید یک سال یک بار حتما ببرید پیش رادیاتور ساز و براتون سیخ بزنه و اون کیپیشو آزاد کنه، یکی باشه. اینم برای اطمینانه. ببین شما اگه توی جاده باشید و این کیپ باشه و ماشینتون فشار بیاد، هزار تا ایراد برای ماشین شما وجود داره. ممکنه واشر بزنه، ممکنه موتور شما جام کنه و بسوزه. پس اینو هم هر یک سال یک بار باید شما برید چک کنید و سیخ بزنید که اون کیپیش باز بشه. میریم برای بررسی مورد بعدی. خب دوستای گلم، مورد بعدی خطاهای ECU هست. خطای ECU چیه؟ یه خطایی که بعضی موقع میفته روی ECU برای شما، یعنی چراغچه که شما روشن نمیشه، ولی این خطا روی ECU میفته به خاطر نوسان‌های برقی، به خاطر یک سری از اتفاقاتی که توی سیستم برقی شما میفته. یک سری خطا میفته روی ECU شما. هر چند وقت یک بار سعی کنید برید ECU رو بدید دیاگ بزنن و چک کنن و خطاها رو پاک کنن. ممکنه خطای شمع آبی، شمع فنی بیفته روش. همین خطای کوچیکی که شما، یعنی ایراد از قطعه شما نیست، فقط به خاطر یه نوسان برق اون خطا میفته روی ماشین شما. اون قطعه رو از مدار خارج میکنه و باعث میشه که موقع شما کولر میگیری، باز توی سرباله شرایط سخت هستی یا دور موتور بالا هستی، آمپر ماشین شما بکشه بالا. میریم برای بررسی مورد بعدی. خب دوستای گلم، میرسیم به یکی از موردهای خیلی خیلی مهم، یعنی خیلی 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 مهم و اونم گرفتن اتصال منفی است. اتصال بدنی منفی یعنی اثر منفی به موتور یا بدنه و از بدنه، از موتور به بدنه. ببینید دوستان، اتصال منفی یعنی آوردن برق دوباره روی باتری. ببینید این اتصال منفی الان گرفته دیگه، از بدنه یه دونه اینجا گرفته، حالا برای پراید روی کمک هم میتونید بگیرید. یعنی برقایی که توی مدار شما به خاطر پوسیده بودن سیمکشی شما و خیلی از مشکلات دیگه، ضعیف بودن سیمای شما، باعث میشه که یه فرار برق و فرار آمپری داری. این سیم اتصال منفی اونا رو دوباره برمیگردونه از بدنه به باتری، دوباره برمیگردونه. یعنی کارش جبران کردن ضعف‌های دیگه در سیستم برقی شماست. یعنی جایی که سیمکشی شما ایراد داره و شما نمیتونید چک کنید، در دسترس شما نیست، شما با گذاشتن یه اتصال بدنه میتونید اون کشیدن آمپر و اون هدر رفت آمپری که از برقی که از باتری
و دینام باید بیاد بره توی سیستم برقی شما رو دوباره جبران کنید و باتری برگردید. دیگه به باتری و دینام شما فشار بیش از حدی نمیاد عزیزای دلم. 3 مدل هم ما اتصال بدنه داریم که من بهتون میگم که اون 3 تا رو حتما انجام بدین. اولیش از بس منفی به بدنه. حالا برای پراید میتونید شما روی کمک استفادهش کنید. این قسمت هم که اینجا میبینید یه دونه گرفته براش، به راحتی میتونید استفاده کنید. اتصال بعدی اتصال از منفی به موتور است. متوجهین؟ یعنی شما میتونید یه سر اینجا روی منفی بذارید، یه سرش رو هم اینجا روی این پیچی که اینجا قرار داره بذارید. و اتصال سوم که یک اتصال خیلی مهم هم هست، اینه که اتصال از موتور به بدنه. متوجهین؟ از موتور به بدنه. میتونید از هر جایی که یه پیچی که اتصال داشته باشه، یعنی به خود موتور بس باشه، رنگ زیرش نباشه و اتصال داشته باشه. حالا روی کویل یکی از قسمت‌ها خیلی خوب کویله که این 2 تا پایه رو داره که میتونید روی هر کدوم از پایه‌ها یه دونه نصب کنید. دوستان سیمی هم که استفاده میکنید آقا باید سیمی باشه با مقدار مثل بالا و با کیفیت، مثل این سیم که یک سیم بسیار قوی و بسیار عالی، سیم شماره 10 و اصلا میتونید همش رو همین سیم 10 استفاده کنید و اتصالای ضعیف‌تر هم استفاده، حتی در اتصالهای کوتاه و بلند همش رو از این سیم 10 استفاده کنید دوستان. و میریم برای بررسی مورد آخرم و جمع کردن کل قضیه. بعد دوستان مورد آخر، مورد ترموستات کولر شما که ترموستات دو ماشین فرق میکنه. اینجا پیش کندانسوره. اگه این قطعه خراب بشه و کولر ماشین شما به درستی زیر بار نره و در بیاد از زیر بار، یعنی سری میره زیر بار سری در میاد، سری میره زیر بار سری در میاد، این قطعه موقعی ایراد داشته باشه باعث میشه که آمپر ماشین شما بره بالا. دوست عزیزم اگه دیدید خیلی ماشینتون اون آف میکنه، یعنی میره زیر بار 30 ثانیه بعد در میاد، میره زیر بار 30 ثانیه، باید حتما اینو چک کنید. اگه این ایراد بشه، همون فشاری که کولر شما، یعنی کمپرسور کولر شما توی مدار برق به وجود میاره، باعث میشه که آمپر ماشین شما هم بکشه بالا. این مورد آخری یکی از موارد خیلی مهمه، حتما اینو چک کنید و خودتون هم خیلی راحت میتونید با همون آن آف کردن تشخیص بدید که این درست عمل میکنه یا نه. بعد به مکانیک مراجعه کنید و اون مورد حل کنید. دوستان هدف ما کاهش هزینه‌های شماست. اگه این ویدیویی که ما برای شما درست کردیم مثمر ثمر بوده، لایک کنید، شیر کنید و کامنت برامون بذارید و به ما هم انرژی بدید. با دکتر ماشین میتونید که ماشینتون رو با کمترین هزینه‌ای تعمیر کنید. از اینکه تا آخر ویدیو هم با ما بودید از شما متشکرم.